بسم الله الرحمن الرحیم. برخی از این آقایون خواص امروزی ما که قدرت و حکومت در اختیارشونه استناد میکنن به یک فرازی از نهج البلاغه که امیرالمومنین علیه السلام نسبت به جناب مالک اشتر فرمودند که ولا تقولن انی مؤمر آمر فاطاع. این کلماتی که در عبارتهای نهج البلاغه اومده یک معنای پایه‌ای و اساسی داره و اون اینکه حکومت اسلامی در دوری از زورگویی و خودکامگیه. اول باید معناش روشن بشه که استبداد و خودکامگی یا به قول مشهورش دیکتاتوری به چه نحویه. فرد مستبد و خودکامه که در شاه‌های قدیم ما بوده به واسطه قانون مهار شده. مثلا اون زمانی که اومدن انقلاب کردن و مشروطه رو به پا کردن، هدفشون از مشروطه این بود که اون سلاطین قاجار که اینها همه کاره بودن و خودشون تصمیم می گرفتن هر جوری صلاح می دونستن عمل کنن، به واسطه قانون اینها رو مهار کنن. بنابراین هر جای دنیا وقتی میخوان افراد جبار رو از افراد صالح به لحاظ سیاسی تشخیص بدن، اگر کسی قانونمند باشه و مطابق دستورات اون قوانین کشور عمل کنه، این رو دور از خودکامگی میدونن. اما اگر اومد و نسبت به قوانین بی‌اعتنا بود، مثل همین که الان ما میبینیم، به یه شخصی میگن که آقا فلان کس رو نباید بهش مسئولیت بدی، نباید منصب مهمی بهش داده بشه. چرا؟ قانون به شما این اجازه رو نمیده. حالا تا وقتی که این قانون در این مملکت هست و تغییر و تحولی نداره، شما باید اطاعت کنید. حق نداری بگی من فلان قانون رو قبول ندارم یا فلان قانون رو نمیفهمم، ابهام دارم، پس اجرا نمی کنم. این به معنای قلدریه. آدم بر فرض یه پست مهمم داشته باشه نمیتونه بگه چون من لاتبازی در میارم، گردن کلفتم، همه باید به حرف من گوش بدن، من اینجور صلاح میدونم. نه، قانون به کسی همچین اجازه‌ای نداده. چه در مشروطه چه بعد از انقلاب اسلامی نظام ما بر اساس قانونه. همه باید مطیع قانون باشن، چه اونایی که توی مجلس قانونگذاری میکنن، چه اونایی که در دولت اجرا میکنن یا قوه قضاییه به نحو خودش. از اون بدتر اینه که افرادی که اصلا صلاحیت علمی در اموری رو ندارن نباید وارد بشن. فرض کنید یه شخصی اصلا پزشک نیست ولی بیاد برای کسانی که بیمار هستن نسخه بده، بگه بله تو این کارو بکن، تو اون کارو بکن. میگیم آقا شما که صلاحیت پزشکی نداری نباید وارد بشی کارهای پزشکی انجام بدی. مهمتر از جسم مردم روح و ایمان و دین مردمه. کسی که صلاحیت این معارف رو نداره حق ورود در اینجا نداره. ببینید چقدر مضحکه کسی در دنیای اسلام خصوصا در مذهب جعفری بیاد اعلام بکنه رسما، بگه با امر و نهی نمیشه مردم رو هدایت کرد. یعنی دین اسلام که این همه امر و نهی داره، اصلا 2 فریضه مهم، امر به معروف و نهی از منکر داریم، یه کسی خودش رو تلقی کنه که من اسلام شناسم بیاد از این جور حرفا بزن. خدا خیر بده به آقای قرائتی. یه دفعه ایشون داشت یه لطیفه تعریف میکرد، میگفت یه بچه‌ای گریه‌زاری میکرد، یه آقای خیلی بد ترکیب بد هیبتی این بچه رو بغل کرده بود،
به بچه میگفتش که نترس. این بچه هم هی شیون میکرد. یکی بهش گفت آقا این از اون هیبت و قیافه وحشتناک تو میترسه. ملت نسبت به شماهایی که میگید آقا من این چنینم من آن چنانم، خب ما از شماها فریاد داریم میزنیم. ما نسبت به یک کسی که صلاحیت نداره و تشخیص نمیده حق و از باطل، متوجه نمیشه مسائل دینی رو، این اومده شده برای مردم آیت الله. حضرت امام میگفتش که ما ببینیم که آقای کارتر حاشیه بر عروه میزنه. آقا همونطور که آقای کارتر صلاحیت اسلام شناسی نداره، شما با علم کردن 4 آیه و روایت که نمیتونید اینا رو بگید من چون مثلا چند تا کلمه آیه و روایت حفظ کردم اسلام شناسم.